به نام خدا. مبحث کیای طولانیه، یعنی بحث مفصلیه در دنیای کاراته و حتی در دیگر سبک‌های رزمی که موضوع اساسی هم هست، یعنی نمیشه ازش که از کنارش به سادگی گذشت. به طور ساده بخوام عرض بکنم که کیای فریاد نیست. حالا خیلی فکر میکنن کیای یعنی داد زدن، فریاد بلند کشیدن. نه، در حقیقت کیای همگرایی و اجماع تمام نیروهای درونی کاراتکا هستش که در لحظه معین و مطمئن از حصول به هدف، یعنی از جایی که میخواد ضربه رو بزنه، یعنی مطمئن همه اینا با هم تجمیع شده، اصابت ضربه مؤثر در یک نقطه، اونجا کیای آزاد میشه. یعنی کیای احساس یک قدرت عظیمه که کاراتکا از خودش بروز میده هنگام اصابت یک ضربه که کمک میکنه برای تاثیرگذاری بیشتر اون فنی که روی حریف اجرا کرده. خب میدونید هر انفجاری یه صدای مهیبی تولید میکنه. حالا اگر یک کپسول گاز یه جا بترکه، یک نمیدونم موشکی منفجر بشه، تانکر سوختی منفجر، هر چیزی باشه یه صدای از خودش، صدای مهیبی تولید میکنه. اما یک صدای مهیب به معنای بروز انفجار نیست. ممکنه ما یک صدای مهیب رو با یک بلندگو تولید بکنیم برای مثلا ترسوندن دیگران، برای شوخی، ولی اون معنی انفجار رو نمیده که. ولی انفجار صدای مهیب تولید میکنه، ولی صدای مهیب معنی انفجار نمیده. کیای هم همینطوره. کیای تخلیه و آزادسازی انرژی های نهفته در روان کاراتکاه. یه بار دیگه عرض میکنم، آزادسازی انرژی های نهفته در روان کاراتکا. فریاد کیای نیست. کیای هم ممکنه به نظر بیاد فریاده، ولی فریاد نیست. جایی هنگام اجرای تکنیک کاراتکا متوجه میشه که یا احساس میکنه که اون فنی که اجرا کرده، اون تکنیکی که داره میزنه، به بهترین وجه ممکن در کاملترین شکلش اجرا شده. و اونجاست که این کیای باید آزاد شه. و حالا اگر که در برابر حریف نباشه، مثلا در حین اجرای کاتا یا تکنیک ها باشه، توی دوجو هنگام تمرین میبینین مربی میگه که مثلا بعد از 3 تا حرکت یه کیای بلند اجرا بکنید. به اصطلاح عامیانش میگن کیای بکشید. کشیدن، فریاد زدن نیست، باز متفاوت هستش. یعنی این که اگر که در حالتی که حریفی هم وجود نداره، ما در دوجو داریم تمرین میکنیم و کیای اجرا بکنیم، به این معنیه که اگر حریفی در برابر ما بود، طاقت ایستادن در برابر این ضربه رو نداشت. پس این باید مستتر باشه، این معنی در مفهوم اجرای کیای. لحظه‌ای که من احساس میکنم به عنوان یک کاراتکا که ضربه من آنچنان پرقدرت و پر انرژی که باید به دنبالش این کیای و اجرا بشه، کیای با صدای بلند از گلوی من خارج بشه، اگر که حریفی هم روبروی من باشه از اون آسیب میبینه. هجوم به حریف خیالی با یه تکنیک شبیه فریاد و غریویه که از سر شوق و شادی به عنوان واکنش فیزیکی انجام میشه. ببینید مثلا توی میدانهای جنگ، توی فیلم ها دیده باشید، میدانهای جنگ قدیم، سربازان وقتی هجوم میبردن به دشمن فریاد میزدن، یک صدای بلندی از خودشون در می آوردن که دشمن رو تحت تاثیر قرار بدن، هم خودشون هیجان زده بشن، تهییج بشن، هم آماده حمله به دشمن باشن. و با هر ضربه شمشیری که میزدن توی جنگ هایی که 2 سپاه به هم میریختن، این فریاد رو یه چیزی شبیه کیای بوده از خودشون در می آورد. البته متفاوت با اون، من فقط مثال زدم این رو، نمیشه این رو گفت ما کیای مثلا این شکل به اینجوری هستش. نه، ببینید کیای نشانه رسیدن به نقطه اوج یک تکنیک از سر کماله، نه از آسودگی، از سر کمال. من به تکامل تکنیکی رسیدم در اجرای این فن خاصی که تمرین کردم روش و مهارت دارم. هنگام تمرین کاتا به خصوص ماحصل دقت اجرای فنی که داریم میزنیم
و احراز کمال تکنیکی در کیای نمود پیدا میکنه. قدیم اساتید به این معتقد بودن که آقا هر وقت کاراتکا کاتارو داره کاتا اجرا میکنه، هر جایی که حس کرد باید یک کیای بکشه. اما بعد اومدن اینه کلاسیکش کردن، نظم داشت دادن، گفتن نه نمیشه حالا یه نفر اینجا کیای بکشه، یه نفر اونجا کیای بکشه. اومدن اینا رو دسته‌بندی کردن و گفتن بسیار خوب، ما در 3 جای کاتا، 4 جای کاتا، 2 جای کاتا کیای قرار میدیم که کاراتکا این کیای رو باید بعد از تجمیع نیروها و رسیدن به اون کمال اجرا بکنه و اون رسیدن به اون کماله در کاتا مد نظر هستش که باید نمود پیدا بکنه. اگر کاراتکا توانایی اجرای تکنیک رو تحت هر شرایطی داشته باشه، کیای خود به خود ظهور میکنه. یعنی خود به خود کاراتکا بدون که خودش ببینه کیای اجرا میکنه، یعنی این تجمیع نیروها. فریاد منبعث از کیای، حالا وقتی ما کیای میشیم صدا هم در میاد دیگه، این صدای از ما بیرون میاد. این صدا باید خون رو تو رگ شنوندگانش لخته بکنه. حالا واقعا در واقعیت چه اتفاق نیفته، ولی اینطوری مصداق میکنم، مثال میزنه که آقا باید اینقدر این صدا تأثیر گذار باشه، نفوذ بکنه که طرف جا بخوره، که طرفی که حتی ضربه خورده و تازه یه ضربه روحی دیگه هم به دنبالش به واسطه کیای انجام میده. داستان‌های تو این زمینه هستش که میگن آقا مثلا ماتسامورا یه بار چنان با کیای حریف روبروش رو در جا میخکوب کرد که توان جنگ و جنگیدن ازش سلب کرد. حالا خیلی از حیوان میدونی این کیای اینا باز مثل خیلی از حرکات دیگه از حیوانات گرفته شده. حیوانات هم وقتی نعره میکشن، شیر یا حیوانات دیگه، بسیاری از شکارهاشون و شکارشو که میخواد شکار بکنه با نعره‌ای که میکشه اصلا میخکوب میکنه، بعضی وقتا سکته میکنه اون شکار از ترسش و بعد شیر یا پلنگ یا ببر میتونه اون رو شکار بکنه و بدردش. حالا این هم همین هستش. پس یعنی که میتونه طرف رو میخکوب بکنه. گوش آزاری نه ها، اگه قرار باشه صدای من باعث آزار گوش طرف مقابل یا دیگران باشه، این کیای نیستش، این فریاده، داد و بیداد کردنه، جیغ و داد کردنه. ببینید کیای عذرخواهی میکنم از هارا شروع میشه، از درون بدن من، از زیر شکم من میاد بالا، با فشار دیافراگم از گلو خارج میشه. پس از هارا شروع میشه، یعنی یک فضای پشت ناف درون شکم که ژاپنیا بهش معتقدن که اینجا منبع انرژی و نیروی ما هست، از این منبع تولید میشه، به وسیله دیافراگم میاد بالا. در هر کاتا مکانهای معینی برای کیای داره، همونش که گفتم در گذشته نبوده ولی بعد اساتید یه جایی رو مشخص کردن. کیای مبین رسیدن به حد کمال روحی و جسمی و ذهنی و تجمیع نیروها در کاراتکا هستش. حالا در بسیاری از سبک‌ها وقتی که تمرین میکنن، توی تمرینات باشگاهی، تمرینات در دوجو، مربی‌ها هنرجوها رو وادار به اجرای کیای میکنن، یعنی کشیدن کیای. خیلی هم حالا اول کار خجالت میکشن، یواش داد میزنن، ولی بعد آروم آروم میبینن وقتی فریاد میزنه، این هوا از توی دیافراگمش میزنه بالا، تو رویه هاش میاد بیرون و تخلیه میشه، یک انرژی خاصی پیدا میکنه و این براشون جذاب میشه و خیلی ها میتونن ازش استفاده کنن. توی مسابقات کاراته، تو رو در روی ها، توی فایت های مختلف کیای تأثیر گذاره. یعنی ما حالا نمیتونیم بگیم کیای رو در هر تکنیکی من باید کیای به دنبالش اجرا بکنم، نه اینطور نیست. ما تازه یه فوکیمی کیای داریم، کیای کوتاه. ببینید صدای خیلی بلندی در نمیاد ازش، ولی نفس رو خالی میده، هوای درون ریه رو تخلیه میکنه، بدن رو به یه انقباضی میرسونه موقع زدن. شبیه نفس دادن بیرون بوکسورها هستش، پیش میگن فوکیمی کیای، که صدای خیلی زیادی نداره ولی در تکنیک های مختلف وقتی ضربه میزنیم به حریف، این نفس رو خالی میکنم که اگر احیانا او هم به من ضربه زد، این ضربه روی شکم من کارساز نباشه، باعث نشه نفس من پیچ بخوره، گره بخوره و نفسم بند بیاد و طرف از من امتیاز بگیره یا آسیب ببینه.
حالا نکته ای هستش که خب کیای بحث مفصلی هستش در دنیای هنرهای رزمی، به ویژه کاراته. یه روی دیگر هم کیایی داره بهش میگن آیکی. بحث آیکی خیلی پیچیده است. حالا به نظر میاد که ما خب میخونیم 4 تا کلمه جمله من اینجا نوشتم، میخونیم از روش، فکر میکنیم متوجه شدیم، ولی اینطور نیسته. یعنی بین تئوری و عمل، بین اینکه ما حرفش بزنیم و در عمل اجرا بکنیم فاصله زیادی هستش. ببینید زمانی که یک حریف در برابر یک کاراتکا، در برابر تکنیکش احساس ضعف بکنه، وقتی 2-3 تا ضربه زد این طرف عقب نشینی کرد، جا خورد، این آیکی، خود کاراتکا قدرت آیکی رو حس میکنه، یعنی قدرت برتری، غلبه بر حریف بدون درگیری فیزیکی زیاد، قدرت درونی خودش. حالا که این قدرت از چشمهاش، از صلابتش، از پوزیشن و فیگوری که گرفته رو بدنش، گاردی که گرفته، از اینها در میاد. یعنی چیرگی روانی بر حریفی که احساس ضعف میکنه. آدمی که شک و تردید داره، میترسه، سایه ترس درش حاکمه، خب یه نفر که اینو نداشته باشه میتونه برش نفوذ بکنه، حاکم بشه برش، بترسوندش. حالا توی ممکنه برخوردهای روزمره روزانه لازم نیست من داد و فریاد بکنم با یکی دست بیقشم، ولی اونقدر جذبه داشته باشم، اونقدر صلابت داشته باشم که شک و تردید، حریفی که شک و طرف مقابل من که شک و تردید داره در برابر من احساس ضعف مطلق و وادار به عقب نشینی بشه. این بحث رو مثلا در مباحث تحلیل رفتار متقابل به عنوان قاطعیت خیلی در موردش صحبت میشه. موضوع آیکی که بسیارم به کاربردی داره. میدونید در آیکی ما میخوایم روحیه اراده و اعتماد به نفس حریف رو در یک مبارزه رو در رو بشکنیمش. وقتی روحیه حریف شکسته شده باشه، از قبل ترسیده باشه، تردید داشته باشه، خب گرفتار میشه دیگه، نمیتونه در برابر من مبارزه کنه و بجنگه. تو کتاب هنر جنگ نوشته سانسو که از کتب قدیمی رزمی هستش، خود سانسو میگه که پیروزی در میدان جنگ کمال مطلوب نیست. کمال مطلوب نیست. پیروزی بر دشمن بدون جنگ کمال مطلوبه. یعنی مهم اینه که من بدونی که بجنگم پیروز شم بر حریفم. حالا امروزه توی بحث‌های دنیای امروز میگن آقا مذاکره میکنیم، تو مذاکره یک منافعی برای خودمون به دست میاریم، امتیازاتی میگیریم و میتونیم بر حریف غلبه بکنیم و وادار بکنیم اون عقب نشینی کنه. خب مذاکره قبلش به این برمیگرده که من چه توانمندی‌های ذهنی، چه توانمندی‌های جسمی و چه توانمندی‌های ارادی دارم که اینا کمک میکنه به من. در کاراته مفهوم آیکی رساندن کاراتکا به مرحله پیروزی بدون درگیری است. حالا تاتمی، مسابقه و کمیته های توی دوجو اینا متفاوته، ولی در صحنه زندگی وقتی کاراتکا اونقدر قدرت پیدا میکنه، قدرت جسمی، ذهنی و روانی، اون وقتی که میتونه با اتکا به این توانمندی‌های درونیش هنگام روبرو شدن با یک آدم دیگری که حالا قرارداد تجاری میخواد بنده، خانوادگی بنده، بحث دیگه داشته باشه، طرف رو وادار بکنه بره به موضع ضعف و ناتوانیش و خودش با توانمندی‌های روانی و درونی خودش در حقیقت بتونه اون روی با حریف رو ببره، پیروز بشه و حریف بازنده این کار بشه، ببازه. و عرضم خدمتتون که به هنگام کمال و تجمیع روح و جسم و ذهن در کاراتکا آغاز تولد آیکی خواهد بود. یعنی بهش میگن آغاز تولد آیکی. میخوام این عرض بکنم که فریاد ناقص بدون کیای هرگز نمیتواند آیکی درست بکنه. یعنی ما فکر کنیم یه داد بزنیم سر یکی، طرف ممکنه منکوب بشه، بره عقب. مفاهیمی مثل کیای و آیکی رو ژست های متکبرانه کاراتکاها نیست. کیای و به خصوص آیکی ماحصل تجربه، تبحر، توانایی و فهم و درک هنرجو از کاراته هستش و اون هم نیروهای درونی که در خودش وجود داره و در ذات کاراته هستش. با ظاهرسازی و ادا اطوار کسی نمیتونه کیای و آیکی از خودش
بروز بده و یا نشون بده و تازه مدعی قدرت هم باشه. آیکی تاکتیک فرماندهان و استادان بزرگ است. جذبه‌ای که دارن، اون حرارت درونی که در وجودشون هست و از چشم‌ها و از منششون ساطع میشه، اون آیکی هستش. تواضع افتادگی موقع تمرین کاراته اولین جلوه ظاهری و قابل لمسه. خب کاراته‌ها متواضعن. سعی باید بکنیم، یعنی هنرجو باید سعی بکنه آیکی رو از خلال فکر و روح و تکنیک و احساس و نگاه خودش بروز بده. از همه اینا باید بروز بده. ببینید دارم میگم تو فکر نمیترسم، خودم به خودم باور دارم. در احساسم که دیگران ممکنه اینو بفهمن، امواجش بگیرن، چیزی از تردید وجود نداره. در نگاه هم صلابت وجود داره، توانمندی وجود داره. من باید بتونم، یعنی کاراتکا باید بتونه حریف مقابلش رو با استفاده از نیروهای آیکی مغلوب بکنه و این توانمندی های آیکی هستش، کیای و آیکی. متشکرم. اگر در کانال یوتیوب من هستید لطفاً لایک بکنید. اگر هم هنوز نیومدین به کانال یوتیوب من بپیوندید تا مطالب بیشتری رو که عرضه میکنم در کنار هم بتونیم ببینیم و استفاده بکنیم. منتظر نظرات سازندتون هستم. متشکرم. اوس.